لامارتین یک شاعر فرانسوی است. لامارتین یک شاعر فرانسوی عیسوی است. از پیشش پرسان کردن بهترین حادثه زندگی، بهترین واقعه زندگیت را به من بگو که خیلی خوشحال بود، یک حادثه‌ای که در زندگی تو افتاده همون چی است؟ لامارتینی که مسلمان نیست، کافر است، او چی جواب میگوید؟ بسیار جالب جواب میگوید: به خدا شرم آدم میآید. اگر از امروز از مسلمان پرسان کنی بهترین حادثه زندگی که تو داری چی است، میگه فلانی دختره که دوست داشتم حال به قبضه ام آمد، ما او را گرفتم. برش بگوی بهترین آرمان زندگی چی بود و چی هست، چی شد، میگه اونمو زمینی که میخواستم بخرم خریدم. بهترین آرمان من بود که اونمو دکانی که در فلانی موقعیت قرار داره همون را به دست بیاورم، آوردم. بهترین آرزوی زندگی من بود بچیم دکتر شد، دکتر شد. ولی از لامارتین پرسان میکنن بهترین حادثه و واقعه و خوشی زندگی تو که به تو رخ داده چی است؟ لامارتین میگه چشمایش پر از اشک شد، گفت که بهترین حادثه زندگی من این است که محمد را شناختم صلی الله علیه و سلم. خودش کافر است. بهترین حادثه زندگی همین است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را شناختم. از پیشش پرسان کردن چطور شناختی؟ گفت مطالعه کردم در کتاب و درکش کردم که بهترین مرد کره زمین محمد بود صلی الله علیه و سلم. امروز کفار مسلمان میشه، هم مسلمان بیدین میشه. امروز خواهر از اروپا و آمریکا میآید، حجاب میپوشد. ملت افغان که مادرش مسلمان، پدرش مسلمان، حجاب را از سر خودوس و انداخته سر حجاب تمسخر میزنند. اونها مطالعه کردن، خدا شناختن، ولی مسلمان قرآن دارد بی خدا شده، قرآن دارد به رسول الله پشت کرده، قرآن دارد به حجاب الله توهین میکنه، ولی کافر مسلمان میشه.